سلام. چند لحظه گوش کن به من. صاف بشین. سرت رو آروم به راست و چپ بچرخون. شونه ها رو رها کن و پشت دست ها رو به آرومی بذار روی ران ها. حالا کف پاها رو در تماس با زمین قرار بده و حسشون کن. حالا ازت میخوام که تمرکزت رو بیاری روی نفس هات. لازم نیست نفس ها رو تغییر بدی. فقط از ورود و خروج نفس ها آگاه باش. و هر زمان که آماده هستی آهسته چشماتو ببند. حالا خودت رو کنار یه ساحل زیبا تصور کن. موجها آروم میان و آهسته بر میگردند به دریا. تو اونجا نشستی، بدنت آرام آرام ریلکس میشه و قرار نیست هیچ کار خاصی انجام بدی. فقط حضور داری. لازم نیست عالی باشی. لازم نیست حال خوب بسازی. از حالت آماده باش. بدنت رو رها کن و ببر به وضعیت استراحت. نسیم ملایمی رو احساس کن که صورتت رو نوازش میکنه. اگه افکاری میان و میرن کاملا طبیعیه. فقط همین که متوجه شدی یه فکر تو رو همراه خودش برده، به آرومی برگرد به بدنت. حس تماس بدن رو با زمین یا جایی که نشستی تو این لحظه پیدا کن و ذهناً تکرار کن: من امن هستم. حالا توجهت رو بیار به بازدمت. هر بازدم مثل یک آه خیلی نرم بدن رو کمی رها میکنه و باعث میشه شونه ها، فک، زبان کمی به سمت پایین شل و وانهاده بشن. به مشاهده نفس ها ادامه بده. باز هم اگر افکار اومدن و توجه تو رو با خودشون بردن، با مهربانی، با شفقت نسبت به خودت دوباره توجهت رو برگردون به نفس ها. آگاه باش و حس کن که فضای قفسه سینه گسترش پیدا کرده. نفس ها نرمتر و آرامتر در جریان هستند. پیشانی آروم شده و پلک ها بدون فشار روی هم رها شدند. کمی با نفس ها بمون. حالا کم کم اجازه بده این حس رهایی، حس وانهادگی در سرتاسر بدن پخش بشه.
بدون اینکه چیزی عوض بشه، بدون اینکه چیزی حل بشه. همین که هستی عالیه و کافی. همین که حضور داری و آگاهی کافیه. هر زمان که آماده هستی افکارت رو مشاهده کن، برگرد به بدنت با یک دم نرم و یک بازدم عمیق و طولانی تر، همراه با یک ذهن آهسته تر و بدن هوشیارتر ادامه بده. امیدوارم که شاد و سربلند و پیروز باشی.